در جریان یک ری در بازار مشهور برخولکه در الماتو، شهر بزرگترین و پایتخت سابق قزاقستان، 39 مهاجر خارجی را به دلیل نداشتن سند اقامت دستگیر کردند. از این شمار 36 نفرش شهروندان تاجیکستان از جمله 18 نفر این تاجیک‌های دستگیر شده نوبالغان بودند. در این باره روز 9 سپتامبر سال 2023 اتفاقاً در روز عید استقلال تاجیکستان، پلیس کیزت، پایگاه خبری پلیس قزاقستان با تکیه به معلومات سردار اداره مهاجرت دپارتمنت پلیس الماتا اسخت بوتونچینوف خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، در ادامه عملیات ویژه با نام اوچاستک که نه قریب یک ماه باز در الماتا ادامه دارد، در بازار برخولکه و کوچه های اطراف آن رید گذرانیدند. اسخت بوتونچینوف در شرح نتیجه های رید گفت در نویه الاتاو 39 خارجی را که با خود سند نداشتند دستگیر کردند. 36 نفر آنها شهروندان تاجیکستان بوده، 18 نفرش هنوز به سن بلاغت یعنی به 18 نرسیدند. اینها نورسان سنشان 16-17 می باشند. نورسان را برای اندیشیدن چاره‌های مربوط به شعبه پلیس نوبالغان سپاریدند. دیگر خارجیان دستگیر شده را به تحقیقگاه دپارتمنت پلیس بردند. عملیات اوچاستک در الماتا از نیمه دوم ماه اوگوست به این طرف ادامه دارد. پلیس شهر الماتا قبلا خبر داد که 3 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را با جرم ویران کردن قانون‌های مهاجرت از قلمرو قزاقستان اخراج کردند. قزاقستان کشور سرشار از معدن‌های طبیعی با شمول نفت و گاز و از نگاه صنعت نسبت به دیگر کشورهای آسیا میانه پیشرفته به شمار می‌رود. بعد روسیه به دومین بازار بزرگ کار برای مهاجران کاری از این منطقه از جمله برای مهاجران از تاجیکستان تبدیل یافته است. یک قسم این مهاجران در قزاقستان 10,000 تن آزادگان آسیا میانه‌اند که به دلایل مختلف از جمله برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت از روسیه رانده شده و از حق عبور مرز این کشور برای چندین سال محروم گردیدند و به این دلیل خود را به بازار کار قزاقستان میزنند.